سلام خدمت همه عشق‌بازا. پشتمون آقا مسعود گلیم. داداش یه چیزی میخوام برات عشق‌بازا بذارم تا حالا جایی ندیدن، شاید هم دیده باشم من ندیدم. آقا مهندس بی زحمت یه توضیح میدین؟ ببینید کبوتر رو جفت کردنشون، خالص سازیشون تو کل دنیا خیلی ساله که دارن با این روش میرن، مخصوصا پاکستانی‌ها، انگلیسی‌ها و اومدن کفترهای ما رو بردن، مثلا کله دم آبیای کاشان رو بردن، تیدی رو ازش درست کردن و کفترهای ما رو بردن همخون کردن و اون نخبه ها، اعجوبه ها رو تونستن ازشون استفاده بکنن و ما متاسفانه یه چنین کاری رو نکردیم. ببینید مهم اینه که اول ما میایم اون کفترهایی که پریدن همه جوره جواب دادن جدا میکنیم. خب بعد از اینکه کبوترها رو جدا کردیم، بیاشون رو چک کردیم، میایم به روش‌های مختلف اینا رو تن میکنیم. خب یکیش روش ردیته تو دنیا، اگه سرچ کنید متوجه میشید. خب که شما اگر بتونید به این روش حیواناتون رو جفت بکنید، در نهایت همین نری که این بالا دارید این پایین ببینید با این خلوص میتونید داشته باشید، از لحاظ رفتاری، از لحاظ شکل، یعنی کفتر به هیچ وجه نقاش نیست و از لحاظ سر برگشت همه چیز. خب منتها در همخونی ژن‌های مغلوب اگر همدیگر بگیرن، همونجا باید این پروسه رو پایان بدید. خب که حالا این نر، این ماده و روش‌های مختلفش. خب اینا خیلی دردسر داره. این روش لاینه خب که استفاده میکنن. اینا همش مربوط به جفت کردن پرنده و اینا به حضور عارضم که میشه فورس هواییه که رو بدن پرنده میاد که شما اون بادی و اون فنوتیپ پرندهتون خیلی مهمه تو انتخاب. خب حالا اینا که دیگه چیزای منه که میدونی آقا مهندس واقعا زحمت کشیدین. این روشاییه که ما حیوانامونو جفت میکنیم. دست شما درد نکنه. بسیار زیبا. تمام مشخصاتشون اینجا می‌نویسیم بعد از اینکه بله انجام دادیم. این کفترهایی که پریدن یکی یکی هم عکسشونو داره، هم چه ساعتی اومدن، چه جوری اومدن، چی خوردن، که برای جفت کردن. این برای امساله که داره امسال داریم. برای جفت کردن طبق کارنامه پرنده میرن جلو. آقا مهندس دست شما درد نکنه. فز بردیم، من نیده بودم خدایی. تمام این دوستان مثلا نوشته این دیگه، مثلا این ماده مثلا چه فنوتیپی داره، کپکی مثلا چجوری شده، خواهرش 5 سال کپک شده، بعد از آریش چجوری بوده. حالا همه چیشو می‌نویسیم، تیپش و اینا رو که بتونیم تو این. من دو جا دیدم، یه جا اینجا دیدم، یه علی آقا شهرمن هم یه چیزی شبیه این داشته.